سلام 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 به ماه خرداد با همه خاطره های فراموش نشدنیش. در 8مین سالگرد قیام سراسری مردم ایران سلام میکنیم به خیابونهای فریاد و شعار و جسارت. سلام میکنیم به خاطره همه نداها، کیانوشها، ترانه‌ها، سهراب‌ها و مصطفی‌ها و امیر ارشدها، همون جوانهای پاک و معصومی که شیفته آزادی بودند و بهای عشقشون رو با خونشون پرداخت کردند. آخ که چقدر این روزها خیابونهای میهنمون دلتنگ تکرار اون صحنه هاست، دلتنگ شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و دلتنگ اون همبستگی و شور میهنی. تکرار کن حماسه خود را، تکرار. از آن روزی که فریادم شکفت از ریشه دند، نترسیدم دگر از نعره های دیو شبگرد. ندا با جوی خون جاری از لبها ندا کرد، جهان را با قیام سرخ طوفان هم صدا کرد. در رگانم، در رگانم خون این خاک، آتشم بر خار و خاشاک. صحبت خرداد شد. این روزها من یه ویدیوهای جالب و متفاوت دیدم که جوانهای قیام آفرین میهنمون اون رو در داخل ایران درست کردن. اینطور که در کستش نوشته شده یک کار مشترک هست بین کانال من ایرانم و اهورا کاکتوس که پیشنهاد میکنم حتما اون رو ببینید. ما همون رو در کانال خودمون میذاریم با تشکر از مهتاب، مریم، امیر و اهورا. در یادمان است زندان و مرگ و خرداد و خون را، همچنان با هم تزریق میکنیم عشق و جنون را. ببینین دو حالت که بیشتر نداره، یا تقویم شمسی که روبروی منه نم برداشته خراب شده تاریخ‌ها رو درست نشون نمیده، یا اینکه شماها یکم زودتر به استقبال چهارشنبه سوری رفتین. نزن آقا، نزن. چهارشنبه سوری 9 ماه دیگه است. بعدش هم اینجا مگه ترقه بازیه وسط برنامه رادیویی؟ عجب داستانی داریم ما. ضمن چهارشنبه سوری یه شبه، اونم در حد 7-8 ساعت. یعنی چی که مملکت یه هفته است تو حالت چهارشنبه سوری قرار گرفته؟ آقا مراعات کنین. خب شاید ما مریض بدحال داشته باشیم. نزن آقا، نزن بچه، نزن. برو کوچه خودتون ترقه بازی کن. اون از مقام عظما که به حوادث تهران و بمب انتحاری گفت ترقه بازی، 2 روز بعدش هم اومد گفت حالا که اینطوریه همگی بیاین آتیش به اختیار با هم ترقه بازی. بعد اونم از آتش سوزی جنگل، اونم که از آتش گرفتن پتروشیمی ماهشهر، بعدش هم که آتش سوزی برج پامچال 6 منطقه 22 تهران. بعد حتی آتش به اختیار از مرزهای داخلی هم فراتر رفته، آتش سوزی تو برج لندن. یعنی رسما چهارشنبه سوری بود این هفته. آقا لطفاً یکیتون پاشه بره یه آفتابه آب پر کنه بریزه رو منقل مقام عظما تا دنیا رو دود نکرده. عجب بچه پررویی ها. مگه نمیگم برو تو محل خودتون آتیش بازی کن؟ برو تو محل خودتون آتیش به اختیار دیگه. شما برین یه قطعه موزیک گوش بدین تا من برم گوش اینو بپیچونم. واسا بچه پررو ترقه بازی میکنی ها؟ واسا. خب دوستان، همونطور که در اول برنامه هم اعلام نکردیم، این هفته گفتگوی ویژه با یک مهمان در استودیو هم داریم. همونطور که احتمالاً در جریان هستین، چند روز پیش رئیس اتحادیه مرغداران اعلام کرده بود که عامل گرونی شدید گوشت مرغداران نیستن. اصلا ما یه جوری تعجب کردیم که نزدیک بود از شدت تعجب تخم بذاریم. بعد واسه اینکه کارمون به تخم گذاشتن نکشه، یه اکیپ فرستادیم برن تحقیق کنن که اگه عامل گرون شدن گوشت مرغداریا و مرغ فروشا نیستن، پس کیه این عامل گرونی؟ بعد از تکمیل شدن تحقیقاتمون سردسته باند عامل گرونی مرغ رو پیدا کردیم و به برنامه دعوت کردیم و الان هم در خدمتشون هستیم. سلام به شما و خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان سوال اول اگه ممکنه به شنوندگان عزیز رادیو پیک بفرمایید که چرا تصمیم گرفتین که قیمت گوشت مرغ رو زیاد کنین؟ بله که اینطور. و اون وقت در شرایط پسا انتخابات شما چه تدابیری برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشتتون اندیشیدین؟ صحیح. پس حالا که گوشت شما گرون شده و مردم نمیتونن خرید کنن چیکار باید کرد آخه؟ بله. خب البته که تخم مرغ هم جایگزین مناسبیه، حالا چه آبپزش چه نیمروش. فقط نکته که شما باید توجه کنید اینه که در راستای اقتصاد مقاومتی برای برآورده کردن منویات مقام عظما شما باید روزانه 2 تا شونه تخم مرغ تحویل آبدارخونه بیت مقام معظم بدید.
نه خواهش میکنم آروم باشین. اسم مقام عظما که میاد مرغا هم قاطی میکنن. آقاشون هم اومد. سریع آهنگ بذار قضیه رو ختم به خیر کنیم. بذار آقا آهنگو بذار. آقا ما از ولایت مداری همه چی دیده بودیم جز همین یه موردشو. رئیس جمهور ولایت مدار داشتیم، وزیر ولایت مدار داریم، مدیر ولایت مدار، کشتیگیر ولایت مدار، لبو فروش ولایت مدار، مردشور ولایت مدار، آشپز ولایت مدار، مجری ولایت مدار، همه جورشو داشتیم. خلاصه همه جورش بود، فقط گزارشگر فوتبال ولایت مدارمون کم بود که خیابانی تکمیلش کرد. به حال واقعا من تو گزارشم گفتم ببین مردم سالاری دینی، نظام اجتماعی، جامعه خوب، مردم خوب و به حال کشوری که پر از افتخاره، کشوری که پر از غروره، حقش همین سروره، حقش همین جشنه، حقش همین رفتن به جام جهانیه. والا ما که تو استادیوم آزادی و تو استودیوی گزارشگری نبودیم، ولی خب این خیلی هنر میخواد که وسط زمین فوتبال، اونم تو اون حس و حال، یکی دنبال خاروندن پاچه‌های عظما، اونم به صورت دو دستی باشه که اصلا مرزهای ادبیات فوتبالی رو در نوردید. مردم سالاری دینی، نظام اجتماعی، جامعه خوب. یعنی اگه یه نفر تو دنیا باشه که بتونه با مردم سالاری دینی و حضرت آقا و جام جهانی و تیم فوتبال جمله بسازه، همین استاد جواد خیابانیه. خیلی ممنون. اینطوریه که اول صبر میکنن ببینن نتیجه یه پروژه چی میشه. اگه خوب و پیروزمندانه بود که میگن حاصل جسم ناقص آقاست. اگر هم نتیجهش بد بود که میگن تقصیر مردم و فتنه‌گرا و اجنبی‌ها و اپوزیسیون و دشمنان نظام و استکبار جهانی. حالا ما منتظریم تیم ملی شنا سهمیه المپیک بگیره، بعد بره مدال طلا هم بیاره تا بعدش شاهد جمله سازی خیابانی باشیم و ببینیم چطور میخواد با کلماتی مثل المپیک، مردم سالاری، استخر، مقام عظما و مایو جمله بسازه. این چه وضعشه واقعا؟ که یعنی شما مردم، مخصوصا شما ورزشکارا، علل خصوص این فوتبالیستا، اصلا مراعات حکومت رو نمی‌کنین. تا این قطار مملکت میخواد یه 10-20 سانت تو ریل حکومت اسلامی حرکت کنه، زارتی میزنین زیر ریل و قطار مردم سالاری دینی رو چپه میکنین رو قبر امام راحل و بیت مقام عظما. ایران 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 ایران. در مسئله صعود به جام جهانی نظام پیروز شد. شما تو خیابان ها میاید این پیروزی اسلام رو مصادره میکنید با حرکت‌های ناهنجار، با بی‌عفتی ها، با لاابالیگری ها. واقعا که دیگه شورشو در آوردین. یعنی هر چی این آخوندا خودشون رو به در و دیوار میزنن که شما رو ببرن پای منبرشون و 2000 کاسبی کنن، شما دست میدین به دست هم، دست جمعی گند میزنید به مجالس روزخونیشون. آیا ما واقعا 8 سال جنگیدیم که بعد شما جام جهانی و بعدش بریزین تو خیابون و دست و بزن و به رقص و بندری؟ نه، آیا ما واقعا ارزش‌های امام حکم میکنه که در نظام مردم سالاری آخوندی دومین تیمی باشیم که میره جام جهانی؟ اونم در مرکز کفر و الحاد روسیه؟ واقعا دیگه الان وقتش رسیده این آیات اعظام جمع بشن، یه فکری به حال این فوتبال بکنن. نمیشه که انگلیس جهانخوار یه ورزشی درست کنه بعد ما هم از اونا تقلید کنیم. باید فوتبال رو آخوندیزه کنیم. مثلا هر کی به تیم حریف گل بزنه چون موجب شادی تماشاچیان میشه، به جرم تشویش اذهان عمومی 72 تا ضربه شلاق. یا مثلا هر دروازه‌بانی که توی یه بازی 5 تا گل پشت سر هم بخوره، یه سفر حج از مقام عظما جایزه میگیره. اول هر بازی هم به جای سرود ملی باید سرود خمینی امام پخش بشه. به علاوه 5 دقیقه سکوت به احترام درز پاره عبای ولی فقیه. یا مثلا از محوطه جریمه خودی به اونور هر کی پاسکاری کنه به جرم تبانی علیه امنیت ملی آفساید اعلام میشه. داورم حتما باید از بین طلبه‌های حوزه علمیه انتخاب بشه. بعد از هر ضربه کاشته هم همه تماشاگرها باید بلند تکبیر بگن.
راستی یه تبصره هم به فوتبال آخوندی اضافه کنین که کاپیتان هم باید تا 30 سال آینده تتلو باشه. تتلو، وگرنه جام جهانی بی جام جهانی. بعد از انتخابات این مقام عظما بدجور رفته تو فاز سوتی. از آتیش به اختیار و مصیبت و شب شعر گرفته تا این افطار پارتی اخیرش. مثلا قرار بود که نمایش همدلی باشه، اما تبدیل شد به جلسه دلغک بازی و مسخره کردن همدیگه و بگو بخند. شما قضاوت کنین. مقامات ارشد یک حکومت که چه عرض کنم، دور هم جمع میشن، همدیگه رو دست میندازن، واسه هم هوایی میزنن، به همدیگه تیکه میندازن و میخندن. مخصوصا اون قسمتش که مقام عظما شیخ حسن رو مخاطب قرار داد و گفت وضعیت کشور رو شما باید درست کنی. بعدش هم همه زارتی زدن زیر خنده. بحث‌های زیادی در این زمینه کردیم. آقای رئیس جمهور هم تو صحبتشون مفصل پرداختن به مسئله اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیره. خب البته ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه، باید این کار بشه. مخاطب این بایدها کیه؟ خود ایشون. الهی موش بخورتت آقا، چقدر تو بانمکی سیرابی. تو که اینقدر بامزه‌ای چرا نمیری خندوانه استندآپ کمدی بازی کنی؟ اینجا خندوانه. تایوان خوب شد گفتی، وگرنه ما فکر میکردیم مسئول درست کردن وضعیت مملکت ما پنگوئنای قطب شمال هستن. آقایون، علما، عظما، آیات اعظام، جمعی آخوندا، من ازتون استدعا میکنم به جای سعی برای خندوندن مردم 2000 به فکر جیب مردم باشین. با کارتون نون دلغک ها رو آجر نکنین. به زمین خوردن دلغک یا در آوردن شکلک، واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک، مثل رسم شاه و تلخک. خب شب شعر مقام عظما که معرف حضور هست ها، 4 تا شاعر نمای بادمجون دور قابچین رو دور خودش جمع میکنه و شعر رو ور میگن. عظما هم 2 تا طیب الله خرجشون میکنه، میشه سند فرهنگ و ادبیات ولایی. حالا جالب اینجاست که هر سالم سوتی پشت سوتی و حماسه پشت حماسه. امسال یه شاعر شوریده حال که احتمالاً خیلی به پیسی خورده بود اومد یه حالی به عظما بده، اول و آخر نظام رو با فتنه مالوند. یعنی همه رو گفت که ممکنه فتنه گر باشن. فتنه شاید در زمان شاه زندان بوده باشد. آفرین آفرین. فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده، یا که در طیاره پاریس تهران بوده باشد. آفرین آفرین. آقا اینو گفت، کاربرای توییتر هم کامل سر تا پاشو مورد عنایت قرار دادن. هشتگ فتنه شاهدم راه افتاد و بعد دیگه بیت پشت بیت و فتنه پشت فتنه. فتنه شاید در کبودی‌های اندام جوانان، فتنه شاید در کتک‌های خیابان بوده باشد. فتنه شاید یک شبه گردد مقامش آیت الله، فتنه شاید اختلاسش ملک ایران بوده باشد. فتنه شاید شعر مزدور سیاسی، فتنه شاید شاعری با بند تنبان بوده باشد. فتنه در کهریزک و شلاق و باتوم، فتنه شاید دزد رأی و دزد جان و دزد ایمان بوده باشد. فتنه شاید آن هنرمند سیاسی، فتنه شاید کاسلیس بیت رهبر بوده باشد. یه بار دیگه هم میگم، بازم 2 حالت بیشتر نداره. یا شیخ گرازالدین علم الهدی این 700 میلیون پول قبر رو داده یا نداده. در هر صورت ما این رو میدونیم که همسر تازه فوت شدهشون رو تو صحن آزادی حرم امام رضا دفن کردن که طبق تعرفه 700 میلیون تومان جیرینگی آب میخوره.
حالا اگه این 700 میلیون تومان رو داده که خب پس معلوم میشه علم الهدا و دومادش آبراهام دراکولا جزو همون 4%یان. اگرم این 700 میلیون رو نداده، خب بازم این یعنی رانتخاری و سوء استفاده از منصب و مقام. ای بابا عجب آدمی هستی تو، نزن دیگه بابا، ترقه واسه بخش قبلی بود بچه جان. آقا برو دیگه، برو، تو نیومدم عجب گیری کردیم، اصلا نفهمیدیم چی داشتیم میگفتیم اصلا. بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. علی خانی سرت تو برگه خودت باشه، بنویسین امام خامنه ای امام فداکاری است. او زمانی که هنوز ولی فقیه نشده بود باز هم فداکار بود. یک روز که سد ولایت سولاخ شده بود، محمدی یه بار دیگه سرتو بیاری بالا از کلاس پرتت میکنم بیرون ها. بنویسین یک روز که سد ولایت سوراخ شده بود، امام خامنه ای انگشت مبارکش را درون شکاف نظام نهاد و از آن به بعد با یک دست رهبری می کند. یک بار هم قطار حوزه علمیه. آقا اجازه ما میتونیم بریم بیرون؟ نه به تمرگ سر جات بچه، وسط دیکته امام خامنه ای میخوای بری بیرون چیکار کنی آخه تو؟ بنویسین یک بار هم که قطار حوزه علمیه داشت از ریل خارج میشد، امام خامنه ای عمامش را سر چوب گذاشت، نفت خام ریخت و آتش زد و خودش روی ریل خوابید. امام خامنه ای از سند 23 بدش میآید. خب بچه فردا هم دیکته رئیس جمهور دروغگو رو میگم، مشق امشبتون هم 300 دفعه مینویسین سند 23 بد است. فردا میارین، حالا هم پاشین برین زنگ تفریح، زنگ بعدی آقای توسی میاد. آه چشمه توسی، آه چشم ویروسی، بعد از این به هر دردی مبتلا بشم خوبه، مبتلا. خب در پایان هم اجازه بدید یه خسته نباشید هم تقدیم کنیم به همه هموطنانی که این روزها در داخل و خارج کشور سخت در تدارک برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس هستند. این گردهمایی امسال در روز 10 تیر ماه برگزار میشه. ما از این گردهمایی در روزهای آینده بیشتر خواهیم گفت. خیلی خوشحال شدیم از مصاحبت با شما، بسیار مستفیض شدیم و خیلی ادبی شد مثل اینکه ها. منظورم اینه که خیلی صفا کردیم. همیشه در خدمت شما هستیم. کی بهتر از شما؟ بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی، تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی، حتی بدیهات بخشیدنی